سلام و وقت همه شما بیننده های عزیز بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور صحت و سلامت باشین و دور از گزند روزگار باشین. اولتر از همه شما عزیزان تشکری میکنم بابت از اینکه در این لحظات سخت و روزهای دشوار را که من سپری میکنم همراهیم بودین و همراهیم هستین. با کامنت های خوبتان و با پیام های خوبتان بر من روحیه داده میرین. از همه شما سپاسگزار هستم و تشکری میکنم و همیشه از خداوند میخوایم که جور صحت و سلامت باشین و خوشی های هر دو عالم نصیبتان باشه. عزیزای دل، ما بازم به کمک تک تک شما نیاز دارم و ما یک بخشی را راه انداختیم که باید امضای شما رو جمع بکنیم و هر چقدر که امضای شما زیاد باشه اما قدر بر ما کمک میکنه و ما حتما لینک از زیر در کامنت میمانم. حتما برین عزیزا و همراه ما همکاری خدا داشته باشین و این امضا قسم است که امضای شما با ما این کمک میکنه که مثلا اگر ما به سازمان ملل یا حقوق بشر این موضوع را پیش بکنیم و برشان بگوییم که این قدر از عزیزای ما، همکارای ما، دوستای ما خواهان ازی هستند که این موضوع روشن شود و هر چیز زودتر حل شود. این قدر نفرات در پشت ما هستند و امی امضای شما به ما ایره نشان میده که چقدر از شما هموطنای عزیزم در پشت ما هستین و چقدر همراه ما هستین و کمک میکنین. یعنی خلاص امضای شما به ما خیلی کمک میکنه و به پیدا کردن حامد جان و همچنان از سید قاسم هاشمی که اکثر نخ پیدا بکنیم خیلی خوب میشه. و باز هم من خواهش میکنم که حتما برین در لینک کامنت اول لینک مگذارم برین ببینین و حتما برین نامتان، تخلصتان و ایمیلتان نوشته بکنین. بعض گزینه ها اونجا میته شما او را انجام بدین و امضایتان میشه و ما در اینجا حتما طریقش براتان یاد میتم که چه قسم شما این کار انجام بدین، چه قسم نامتان و تخلص و ایمیلتان جابجایی بکنین و امضا بکنین. عزیزای دل، بیشتر از وقت سال نمیگیرم، خواستم که امیر امرایتان شریک بسازم و شما هم با دوستایتان، فامیلایتان و هر کسی را که میشناسین شیر بکنین و همچنان در صفحاتتان اگر میشه ایدن که بگذارین و ما هر چقدر که امضا زیاد جمع بکنیم همون قدر رسیدن ما به حامد جان و سید قاسم هاشمی خوبتر میشه و میتونیم که زودتر و زودتر یک سرنخ بتونیم که از اونا پیدا بکنیم. عزیزای دل، شما رو به الله پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما باشه.